خانزاده. واسه یه ده دیگه می نویسم. ده. خب چون اینجا لازم به حالا چیز بود ما اومدیم توی یا خدا عجب من به خسیسی بریم چوب بزنیم دیگه. اولین راهمون چوبه. چه جالب مرغ پیدا کردم. بزن برم پوشش دیگه. چرا نوپلی با می دیگه دیگه مرغ. یه نیمجون ازم گرفتن. سرویس کرافتینگ تیبل آماده. یه دونه کلنگ و تبر و کجاست؟ یه شمشیر، یه کلنگ، یه تبر. تمام. تبر رو بیا. تبر کجاست آجی؟ دیگه اشا باگ های مایکرافت رو دیگه خودتون با چشمات خودتون میبینید. اصلا زور بزن تا برسی بهش. داره شب میشه. داره شب میشه بابا. دیره داره شب میشه. یه دونه چشم بده به من آجی. نیفت دیگه. افتاد تو آورم. من کجا پیداش کنم؟ لگ شد آجی. من لگم what the fuck. واسه بابایی خدا بهم نشون داد بابایی کجا زندگی میکنه. یه بابا قهوه‌ای. من بابایی سفید میخوام. آره آجی من نمیدونم چی کار بکنم الان. بریم بالا بگردیم. نه بالا رفتن که نداره. اینجا که میرسم به یه جای بد دیگه. تو الان یه جای بد واسم اسپام کردی. خب بذار بریم فعلا. ایده ندارم چی کار کنم چی کار نکنم. فعلا برو هرچی بد باشه. از من یه چیزی دیدم که یه برو اینجا خیلی خوبه چی. بذار کابلستانا رو بگیریم برم. بابایی ببخشید بابایی جون باید بخوابم. حاجی نمیخوابه. چی کارش کنم؟ نمیخوابه حاجی. برگم بخواب دیگه. شب شده پارسا تا چشمک بزن دوباره. بلند شد یا خب چیکار کنیم؟ بریم حالا بگن واسه یه جای خوب واسه اینکه بتونم یه خونه قشنگ درست کنم. چرا؟ خب آقا یه جا دیگه پیدا کن دیگه. من نمیدونم اینجا کجاست. جا به کجا مختل میشه؟ ول کن غاره گذاشته غاره دیگه. غارم که من توی اینجا گیر افتادم. مثلا وسط آفریقا گیر افتادم. انگار مثلا یه جا دیگه واسه ببینم. بلش کن. ببین من میخوام یه جا خوب باشم. نمیخوام برم تو زرزمین فاصله. البته حالا اونجا فاصله برگاماجی. اون جادوگره اون چیزه اسمش چیه؟ ویچه. آره ویچه. این خارشرگاییدم ویچه. وای حاجی ساعت 3 شب من همین دنبال چیز مکان بودم که این مکان دیدم. very good. very good. آره بهترین مکان. حاجی من یکم چوب بکنم فعلا بذار تا فردا کاری نکنم. بیا دیگه. خب کجا میری؟ خب برو. نمیدونم کجا میرفت. فکر کنم میخواست بره بهشت. من اینجا کرافتینگ تیبل رو چیزم بذارم. کرافتینگ تیبل بذار گوشت مرغ. بریم یه فرنیس هم درست بکنیم. فرنیس ندارم. فرنیس رو درست بکن. من شب ساعت 3 شب من هنوز دنبال غذا مکان میکردم. یه فرنیس کجا بزنم؟ اینجاست. من دوست دارم اینجا بزنم. ولش کن بابا. هر جا سلیقته بذار.
اینا مثلا کمپینگه قایم یه جوری بذاریمش. برو گرفتیم آقا. زغال هم درست بکنیم بریم روز بعدی. خیلی خوب آقا، کارمون نگاه تموم شده. یه دونه مونده، همون یه دونه هم تموم کردیم. یه جوری بیس صدام عوض شده آجی. الان کات بخوره بیس صدام عوض میشه. خیلی جالبه. برو جلو ببینیم چی کار میکنیم. ببین 5 تا اینجا میذارم، چند تا گوش واسم بسازه. من خیلی گشنم فعلا، همون اون گشنگی رو حس میکنم خودم. چی مونده بسازیم؟ نگاش کن زامبیو. شب شده پر ستاره، چشمک بزن ستاره. این درخت رو بزنم که هر ما به اسمم شد دور برم اسمم نشه و نره زیر درخت. این درخت میشه آفت من. بخواب دیگه، بخواب مادرتون. به چه روز قشنگی. آقا ما بلند شدیم. الان ایده چیه؟ الان باید چی کار کنیم؟ باید یکم زمین رو شخم بزنیم. زمین شخم کردن یعنی این قشنگ. خودی من نمیدونم چرا اینا رو بکنم فعلا. اینا رو خودی من مایکرافت هم یه مشکل دید. چی کار مشغول بابا. بزن 1 2 3 4 نگاه کن. من یکم درت بذارم زیرم نکنه بیفتم جونم ازم کم بشه. از شور سفید. بیا 60 داریم حداقل. ببین من میخوام دیگه از اینجاش به بعد کارای خودمونیشو انجام بدم. ببین دیدین الان ما تمام کاراشو انجام بدم. ببینم دستم شاید برسه اصلا. خودش کن اینا رو بکن اصلا میرسه. بده اگه بتونه اگه تقسیم بشه به خوبی دیگه کار خونه ساختمون دیگه اوکی میشه. یه شب بدنم خارج داره. نخندیم. به تختو کجا بذارم؟ اینجا خوبه؟ ولش کنه، هر جا بذاریم اوکیه. فوقش هیچ اتفاقی نمیافته واسمون دیگه. زغالا رو بریزم توش. زغالا که جای خودشون باشن. این از این 6 تا دست منه. بیا برو همونجا بشین. به نظر شب نشده بریم بخوابیم؟ شستاکی رو نگاه کن. خب تا اینجا که اومدیم اوکیه. فعلا تا اینجا خونمون رو ساختیم اوکیه. بریم بخوابیم. اول بازم صحنه دردناک. چطوری؟ صحنه دردناک. نمیتونه بخوابم. فعلا روزه. برو بیرون. آره برو بیرون قشنگم. برو بیرون. میدونی چقدر تو قشنگ و گوگلی. دور بابا. برو بخواب. پرگم. خودی من نمیخوام تو دنیای ماینکرافتی بمونم تنها. زامبی برو بیرون. شادی روح روان خودتان یک صلوات بفرستید. آمین الهی آمین. تبدیلشون بکنیم. ولشون 16 تا هم بسمونه. یعنی چارشو با کله دیگه تموم کنم برم. کات میخورم میره. بزن دیگه. نگاه. آرامش. What the fuck. آرامش درونی. ببین ما ستونا رو گذاشتیم قشنگ شده بیرون. از نمای بیرون ستونا قشنگ میشه. من این ستونا رو واسه کلن یکم زیبایی
خلق کردم ببینم چجوریه. فعلا اوکیه، ولی خب حالا من یه سری چیزا دیگه مونده. ببین من میام اینجا فعلا اینا رو ببرم بیا پایین. نمیخواد دیگه ما بالا باشیم دیگه، میخواد نه بابا نمیخواد. بزن چسبید. وقتی بچسبه اوکیه، تموم شد که. چقدر زود تموم میشه بابا. 16 تا داریم بابا، اوکیه. اوکیه بابا، 60 تا اوکیه بابا، 64 تا اوکیه دیگه. تجربه اولمه که دارم فیلم از ماینکرافت میگیرم و میندازم تو یوتیوب. اولین تجربه ما، تعجب نکنین. نه یه خب یه بارم حالا یه یه چنل دیگه هم دارم. اون چنل دیگه ما توش فسموفوبیا و ماینکرافت گذاشتیم، چون من عاشق فسموفوبیا هم. یه کم ادیتش هم جذاب و باحال‌تر از اینه، ولی نمیدونم، ولی خیلی باحاله. برید ببینیدش، اونم برید ببینیدش، خیلی باحاله. خیلی خوب، اینم از این خونه. چی کار میکنین تو اینجا؟ صدا پای کوچیک تو بود؟ نمه ترسیدم. من یه چیز میخوام. نه اون شیشه. بذار تورچ بیارم ببینم تورچ دارم. یه در بیارم. تورچ هم میخوام، شیشه هم میخوام. مغز ماها خیلی خوب میکشه اصلا. very good. مغز انسان. بریم واسه آقا یکم شیشه. دم راست کنم اینا رو بذارم توش. چی لازم دارم؟ اینا رو لازم ندارم. اینم لازم ندارم. اینم ندارم. اینم که فعلا هیچی. نه چرا عوض شد؟ نه اونو دارم. نه ناره. اینم آره، اینم نه. بریم واسه تورچا. با اینکه داره شب میشه و داره بارون میباره، ولی خب بیا ببینش. اینم از خونه من. و دیگه تموم شد دیگه. و سلام و صلات.